مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 9 مای سال 2023 ساعت 11:00 در کوچه باباجان غفوروف در حدود محله پنجم شهر ترسونزاده یک زن یک مرد را کور زده است. بنا به اطلاع رسمی به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ترسونزاده با عریضه زن 40 ساله ساکن این شهر مراجعت کرده است که صحنه 9 مای سال 2023 تخمینا ساعت 11:00 زن 34 ساله ساکن شهر ترسونزاده هنگام در حدود محله پنجم کوچه باباجان غفوروف قرار داشتنش با کورد در دستش بوده یک مرتبه به بدن شوهرش مرد 41 ساله ساکن همانجا زده است. در نتیجه جبر دیده جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. زن این مرد جبر دیده ادعا دارد که آن زن دیگر شوهرش را به یگان اساس کور زده است. نظر زن دوم دسترس نیست. این هم معلوم نیست که او با اون مرد چه رابطه داشت و روز 9 مای بین اونها چه گذشت که به کورزنی و چنین عاقبت خونین انجامید. وزارت کارهای داخلی بدون ارائه جزئیات بیشتر تنها گفت که اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. در تاجیکستان موردهای حمله‌های خشونت‌آمیز به زنان از جانب مردان از جمله از جانب شوهران زیاد رخ می‌دهد و وزارت کارهای داخلی و دیگر نهادهای حفظ حقوق هر ماه و هر هفته درباره چندین مورد چنین حمله ها گزارش می‌دهند. اما موردهای حمله زنان به مردان به مراتب کمتر است و اساساً در جریان مناقشه عائلوی صورت می‌گیرد.